بسم الله الرحمن الرحیم. فضل الله ملکی معروف به حاج فاضل در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، بنده به دلیل اینکه عموی بنده پیشکسوت ورزش زورخونه‌ای بود در شهرستان بابل، شادروان حاج محمد تقی قاسمی، از کوچیکی با ایشون به زورخونه ها می رفتیم و در همین باب وقتی زمانی که ورزش بابل سر شروع شد در سال 1369 وارد زورخونه شد و خداوندم توفیق خدمتگزاری رو برای زورخونه بابل سر بیش از 3 دهه به ما داد. انشالله که بتوانیم خادم خوبی برای مولا علی بن ابی طالب باشیم انشالله. نسلی رو پرورش داد که اون نسلی بودن که زیر دست ایشون بزرگ شدن، شخصیت، مردمداری رو اون کسایی که زیر دست ایشون پرورش پیدا کردن رو به جامعه تحویل داد. مدیر ورزشی، مدیریت یک ژنی هستش که باید در وجود هر انسانی باشه. بعد تجربه، سن، سواد، همه اینا تاثیر داره تا یک مدیر مجرب بشه. اما مدیر باید عادلانه رفتار کنه، نظمش برقرار باشه و برای خودش چیزی نخواد. باید همه رو برای ورزشکارهای خودش، برای زیردستی‌های خودش و تا اونجایی که میتونه از نظر سخت افزار، نرم افزار، محیط ورزش زورخونه‌ای رو آماده داشته باشه تا ورزشکارها بتونن بیان در اونجا ورزش بکنن. حقیقتش بخواید من هر شعری رو که باب طبع خودم باشه اصلا منوط به شاعر نیستش. بیشتر شعرهای پندیات از شهریار شادروان، استاد شهریار از شادروان، عرضم به حضور خدمت شما که شاعرهای دیگه هستن به نام ذهن ندارم. هر شعری رو که خودم خوشم بیاد من حفظش میکنم و اگرم جایی هم دستکاری باشه خودم دستکاریش میکنم. من بیشتر نصایح خودم رو از پدر بزرگوارم که به من همیشه نصیحت میکرد، فرزند در جامعه طوری رفتار کن که در بود کسی از شما ناراضی نباشه و زمانی هم که از این دنیا رفتی جای خالیت احساس بشه در اون جامعه. این نصیحت پدرم بود که شاید نمیدونم توانسته باشم تا به این جای سنم انجام داده باشم یا نه. اولی خاطره اینه که شب اولی که ما رفتیم داخل ورزش جای زورخونه نداشتیم. اولین شبی که ما وارد زورخونه شدیم در فکر این بودیم که یه جایگاهی باید برای ساخت زورخونه داشته باشیم و اگر خاطراتی در رابطه با ساخت زورخونه و چه داستانهایی داشت در مقوله این برنامه شاید نجنبه، اما خیلی لذت بخش بود. وقتی که به ثمر نشست زورخونه تمام اون سختی ها و خاطره های تلخ یا شیرین برای ما همه شیرین شد. ورزش زورخونه‌ای چون صورت مذهبی سنتی هستش، معمولا اونایی که مسلمان هستن، شیعه هستن، شیعه مولا علی بن ابی طالب هستن، تزریق در وجودشون میشه. وقتی تزریق در وجودشون بشه دیگه میشه عشق.
عشقم که میگه کشتن عاشق به جرم عاشقی دشوار نیست، هر که عاشق شد برایش سر سپردن عار نیست. وقتی عشق وارد وجودت بشه دیگه واسه فرقی نمیکنه، خادم باشی، جاروکش زورخونه باشی، آبدار باشی، مسئول باشی، فقط دلت میخواد این مکان چراغش همیشه روشن باشه. بنده نباید تصمیم بگیرم، این احساس باید مردم، ورزشکاران، مشوقین، مردم شهر زیبای بابلسر باید قضاوت کنن که آیا وجود بنده در این چند سال بیش از 3 دهه که خادم این زورخونه هستم آیا تاثیرگذار بود یا نه. این قضاوت مال مردم. چون عشق به این کار دارم هیچ موقع برای من هیچ زمانی سختی احساس نکردم. هر کاری رو که انسان با علاقه و با دل و جان اون کار رو انجام بده تمام سختیاش منجر به آرامش هستش و لذت بخش. و از عمق وجود خود برای تک تک شما دعا کردم. نمیدانم چه میخواهی، ولی امشب برای تو، برای رفع غمهایت، برای قلب زیبایت، برای آرزوهایت دعا کردم و میدانم خدا از آرزوهای شما خبر دارد. یقین دارم انشالله با میگفتن همه شما دعاهایم اثر انشالله که موفق باشیم. اما هیچ کاری در دنیا بهتر از محبت و عرضم به حضور خدمت رفاقت و انسانیت نیست. انسانیت در وجود هر انسانی باشه موفقه. برگردم به عقب 100 سال دیگه هم برگردم به عقب همین کار رو انتخاب میکنم و تا زمانی که خداوند به من عمر بده بتونم رو پای خودم بایستم من جاروکش سفارتخانه مولا امیرالمومنین زورخونه هستم. پیر ورزش ایران و پور ورزش بابلسر جناب آقای استاد حاج فاضل ملکی تشریف بکنید. تشریفتون قطع نشه. حاج فاضل به گردن ورزش بابلسر حق زیادی داره، همسر محترمش هم در سالن حضور داره. ایستاده تشریف بکنه حاج فاضل ملکی و همسر محترمش. ورزش بهترین وسیله و بهترین درمان برای سلامتی و بهترین پیشگیری برای بیماری هستش. ورزش، انسانی که ورزش نکنه به نظر من یک مرده متحرک. ورزش مخصوصا همه ورزش ها خوبن، احترام به تمام ورزش ها، بلخص ورزش زورخانه‌ای که تنها ورزشی هستش که هم روح رو صیقل میده هم جسم و هم این که انسانو از اول به احترام به بزرگترها و ادب میآموزه که در جامعه موفقیتش بالاتر از همه اینه که ورزشکاری، حالا هر نوع ورزشی هم میخواد بکنه، ورزش های پولساز، ورزش های المپیکی، اما ورزش زورخانه‌ای رو یادش نره که تو جامعه به درش بخوره. تا
من معتقد به این هستم که اینجا صاحب داره، صاحبش هم مولا علی بن ابی طالب. خود صاحبش اینجا رو میچرخونه. این زورخونه از اولی که ما اومدیم بیش از 3 دهه که در اینجا خدمت میکنیم، نه شهریه ای از کسی میگیریم نه ثبت نامی از کسی میکنیم، همه‌شو صاحب اینجا میرسونه توسط مردم خوب و فهیم و ورزش دوست شهرستان بابلسر که خیلی ها هستن عاشق این کار هستن و دوست دارن چراغ اینجا روشن باشه. با حمایت های معنوی و مادیشون و مسئولین محترم هم حمایت میکنن این چراغ اینجا روشن است. اگر حمایت خانواده نبود من نمیتونستم این کار انجام بدم، چون خوشبختانه همسر بنده نطفهش از ورزش باستانی بسته شد. پدر بزرگوارش ورزش زورخانه‌ای انجام میداد و اینها از بچگی به این کار عادت داشتن و بنده هم که اومدم این کار رو قبول کردم، باورتون شاید نشه، خانواده من، دختر من، خانوم من روزای تعطیلی اینجا در باز میکردن، میومدن نظافت اینجا رو انجام میدادن و چون زورخونه یک ورزش مهمان پذیری هستش و باید پذیرایی بشن مهمان ها از استانهای دیگه، از شهرهای دیگه، من گاهی اوقات در منزل خودم توسط همسر خودم، بچه های خودم بالای 40 نفر 50 نفر رو پذیرایی میکردیم ما. پس در صورت اگر در هر کاری هم خانواده حمایت نکنن هیچ کار نمیتونه بکنه و از همینجا ممنونم و تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانه باشه، البته تشویقش به موقع، تنبیهش به موقع، چون اگر بخواد مدیری تشویق بیجا و تنبیه بیجا یه خیانتی است که به اون نوجوانان نونهال میکنه. ولی من خودم لذت میبرم و همیشه هم تشویق میکنم خانواده ها رو که بچه هایشون رو که الحمدلله بازم از این برنامه هم تشکر میکنم از خانواده هایی که در بین این همه ورزش های پولساز و المپیکی نونهالان و نوجوانانشون رو هدایت میکنن به این ورزش سنتی مذهبی و من لذت میبرم. چرا؟ چون ورزش دست به دست سپرده است. باید نونهالان، نوجوانان بیان اینجا رشد بکنن که ما این ارثیه که از بزرگترهای خودمون گرفتیم به این نوجوانان و نونهالان بدیم انشالله تا چراغ اینجا خاموش نشه. انشالله بعد ما هم کسانی میان که بهتر از ما اینجا رو میگردونن و امیدوارم که انشالله تا الان در هیچ شرایطی از 3000 سال پیش که این برنامه سنتی ما انجام شد در هیچ شرایطی در هیچ دورانی چراغ اینجا خاموش نشد و نخواهد شد. سخن زیبا همیشه بوی باران میدن. بسپار در دفتر دل خط دیوارش مکن. وعده گردانی همیشه بر سر قولت بمان. گرچه نتوانی بگو دیگر امیدوارش مکن. روح پاک و جسم سالم بهر ما یک نعمتی است. پس بیا با کینه و حسرت بیمارش. میراث من تنها چیزی که من دوست دارم در این زورخانه باشه در درجه اول ادب و احترام به بزرگترها هستش. این برنامه باید اینجا پابرجا باشه انشالله. زمانی که من شب میام منزل مرور میکنم روز در کار خودم، در ورزش خودم،
احساس کنم که اون روز دل کسی رو نرنجوندم، اون شب و اون روز برای من بهترین روز است. زمان طفولیت بهترین زمان طفولیت و نونهالی و نوجوانی است که متاسفانه انسان ها قدرش نمیدونن، یا در سنینی هستش که اصلا برای اینا اهمیتی نداره. هر کسی در سن بالا، در پیری، همش دوست داره برگرده به گذشته. من این امید رو دارم و از خدای خودم میخوام که هر موقع پرونده من در این دنیا بسته شد و به اون دنیا میخوام سفر کنم، کاری کرده باشم که جای خالی منو احساس بکنم و همیشه هم به یاد من باشن. همین، هیچی دیگه نمیخوام. جمله‌ای که من دوست دارم بقیه از ما یاد بگیرن میخوام عرض کنم به جوانها که زندگی وقت کمی بود و نمیدانستیم، همه عمر دمی بود و نمیدانستیم، حسرت رد شدن ثانیه های کوچک فرصت مغتنمی بود و نمیدانستیم، تشنه لب عمر سر آمد و به قول سهراب آب در یک قدمی بود و نمیدانستیم. بهترین نصیحتی که من میتونم به جوانها بکنم در هر شرایطی که زندگی میکنن، چه از نظر بد اقتصادی، چه از نظر بد خانوادگی، چه از نظر بد اجتماعی، چه از نظر خوبش، طوری زندگی کنن که در سنین پیری عذاب وجدان نداشته باشن، یعنی تعرض به ناموس، به مال و به شخصیت مردم نداشته باشن. موفق ترین افراد هستند و این برای من لذت بخش. ورزش باستانی بار ایمان بردن است. زینت هر فرد ورزشکار طاهر بودن است. باستانی کار دارد شیوه آزادگی. بیننده عزیز، کن قدم رنج بیا، زورخونه جایی دیدن است. خب گذشته که گذشته، یک نصیحت به خودم میکنم که فاضل ملکی، این چند سبایی که میخوای تو این دنیا زندگی کنی، لااقل طوری زندگی کن که مردم ازت راضی باشن، هیچی دیگه نمیخوام. امیدوارم که به نیکی از من یاد کنن، همین امیدوارم. ولی در مدیریت اگه قرار باشه به عدالت برپا باشه، با عدالت مدیریت کنی، خواهی نخواهی ناراضی هم داری دیگه. اون ناراضیت برای من اصلا مهم نیست. مهم برای من این هستش که من بدون هیچ نظری یک کاری رو انجام دادم برای نظم این زورخونه. در هر صورت، در هر جامعه‌ای، در هر اداراتی، در هر جایی، یک مدیر اگر بخواد موفق باشه باید دشمن هم داشته باشه، باید ناراضی هم داشته باشه. مهم نیست. مهمش اینه که همون آقایی هم که ناراضی از منه بعد از مدتی متوجه میشه که نه، اشتباه کرد. این مهمه. پس انسان اگر قراره یک جایی عدالت رو برقرار کنه، به خاطر اینکه آقا یا اون خانم ازش ناراحت نشه، اون عدالت رو برگزار نکنه، به نظر من مدیر خوبی نیست. فقط اینو میخوام عرض کنم که
ما در هفته فرهنگ پهلوانی هستیم، اما ساختار پهلوانی ساده نیست. هر کسی مست می این باده نیست. باید اول پهلوانی را شناخت، بعد از آن با آن شناخت یک مایه ساخت، مایه ای از جنس ناب معرفت. امیدوارم که انشالله این مرام پهلوانی در وجود تک تک افراد جامعه ما قرار گرفته باشه انشالله. لحظه ها را بر